فاطمه و زهرا خواهران 5 ساله هر وقت دلشان خواست خود را از گرمای طاقت فرسای این تابستان به جوی پیش خانه‌شان میزنند. خانه آنها در ناحیه دوستی در جنوب تاجیکستان است که حالا حرارت در آنجا به 40 درجه میرسد. ای سبب گرمی کودکو بسیارتری روزه در درون آب میگذرانند. ما باشیم از خانه ها بیرون نمیبریم یا که برایم در تک سایه ها دم گرفته میشید. هفته پیش حرارت در ولایت ختلان تا به 47 درجه می رسید و حالا پایین آمده است و نفسگیری هم اندک برای ساکنان آسانتر شده است. مردم در اینجا مجبورند صبح بر وقت کار را سر کنند و تا ساعت 11 به انجام رسانده در خانه سلقین پناه برند. پیش هم گرمی آمد. سلقین گرمیشی که یک دیبور کنده. اینو توخه نکرد. شونه را نگاه کنید. همه این شونه تطوفتایی. گرمی طاقت فرسان نه تنها سبب اوج گرفتن بیماری های قلبی مردم کلانسال در ختلان شده است بلکه به پخته یک زراعتی مهم ولایت و منبع درآمدی صدها هزار نفر زیان رسانده است. در هر یک شوخشه یک تا شونه پخته میشه. همه این گله میشه، کورک میشه، حاصل میشه. زیاده ای 10 15 سنین حاصل نیست الکن. همین وقت همین کمای سو مهنت کردن خرسندگی که این سو حاصل ما بهترین در ولایت میشه. من یعنی 4 5 گرم سری که اومد ای صبح گرمی هم خیلی به همین حالت و این درجه رسید. ختلان ولایت اصلی پخته پرور و ولایت گرمترین تاجیکستان است و در ایواج یک منطقه مرزی آن با افغانستان حرارت تا به مرز 50 درجه میرسد. ولی با وجود این مردم کشاورز که رزق و روزیشان را از زمین پیدا میکنند به غیر از زحمت کشیدن در زیر نور هم معجزه آفر و هم طاقت فرسای آفتاب دیگر علاج ندارند. یگانه کسانی که از این گرمی نمی ترسند و از آن لذت میبرند پسران نابالغند که ساعتهای دراز از آب بیرون نمی آیند.